به نام خداوند بزرگ و توانا. بینندگان عزیز، به یک دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. ما امروز سفر داریم به ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب. هرگاه اگر شما خواستید به ولسوالی گرزوان فاریاب سفر بکنید، از همین کوتلی که در حال مشاهده هستید عبور میکنید. این کوتل قشلاق دهندره یا درآغزی است که یکی از کوتل‌های خیلی خطرناک است. البته رای از این در گذشته خیلی خطرناک بوده و از زیاد موترها در این منطقه چپه می شده، چون خیلی یک کوه، یک دره بلند است که از اینجا به مسیر پشته که به ولسوالی گرزوان، ولسوالی کوهستان و تا به ولسوالی بلچراغ از همین مسیر میره. در گذشته خیلی خطرناک بوده و چند سال می شود که رای از این هموارکاری و جغل اندازی شده است. خودتان مشاهده می کنید که این یک کوتل خیلی دور و دراز است و در این کوتل که فقط جغل اندازی شده، بعض قسمت ها در این اواخر تو سنگریزه ها داره. اگر احتیاط نشود امکانش هست که موتورسایکل چپه شود. البته موتر نه، موتورسایکل. اینجا نمای کوتل ببینین که اینمی قسمت ها خیلی خطرناک است. سنگریزه ها است که اگر احتیاط نکنین موتورسایکل به زودی چپه میشه.
مسیر ولسوالی گرزبان کوتل درازه خیلی یک کوتل دور و دراز است. کوتل خیلی دور و دراز است. اینجا هم موتر فلانکوش را میبینین که این موتر از ولسوالی کوهستان یا ولسوالی گرزبان میایه. از امو بالا حتی بعضی موترها از اینجا مستقیم به ولایت غور هم سفر میکنن که از زمین کوتل بالا میشن، از مسیر پشته، از رای ولسوالی گرزبان و همچنان از ولسوالی کوهستان گذشته به ولایت غور میرسه. در گذشته راه ها ناامن بوده، مردم نمیتونستن از این راه بروند. ما با حاکمیت امارت اسلامی راه ها امنیت است، مردم شب روز میتونن بروند و همچنان به ولایت غور از اینجا سفر میکنن. ما هم تقریبا رسیدیم به بالای کوتل. پشته اینجا سنگ میگیرن مردم، کارگرها در حال کار است و این سنگ ها فروشی است، چون این دره است دیگه، دره است از سنگ است، سنگ خوب ایجا داره. این سنگ به فروش میرسانن. و نمای کوتل میبینین. این کوتل واقعا دیگه خیلی دور و دراز است. اینجا هم اسکاواتر کار میکنه که از اینجا سنگ میگیرن، جغل میگیرن به خاطر ترمیم سرک و سنگ فرش سرک که مسیر پشته یک قسمت از این که در حال کار در حال حاضر در اونجا جریان داره. این سنگریزه ها را یا جغل در اونجا میبرن. مسیر یک قسمتش خیلی خاک داره. رای پشته در گذشته خیلی خراب بود، حالا فعلا یک اندازه خوب شده است، یک اندازه نه البته خیلی خوب شده است. و این موتراست که در این موترها جغل میبره به جایی که خاک داره، از یک طرف اینا کار کرده رایستن. و ما هم تقریبا رسیدیم به بالای کوتل، البته به انتهای کوتل رسیدیم. اینجا یک دو درخت وجود داره و یک دکان. البته از اون طرف هم اگر مسافرین میاین پیش همی دکان یک استاد میکنن، چون کوتل پایین موترها را استاد میکنن، سرد میشه موترسیکله. اینجا یک دکان است که از کوتل هم بالا میشن، اینجا یک بار توقف میکنن.